دوستان عزیز، نماز رو قضا کردن جایز نیست. این برادر وقتی که میاد رسول الله صلی الله علیه وسلم یک بار نماز صبح رو قضا کردن، اونم در جنگ بود. در جنگ بودن، در سفر بودن، خسته و کوفته، بعد از اون خوابیده بودن که یک وقت بیدار با طلوع آفتاب بیدار شدن. یک بار نماز صبح، به یک بار دیگه هم در جنگ خندق نماز ظهر و عصر رو قضا کردن، چون که دشمن حمله کرده بود، مشرکین حمله کرده بود بر رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه. چنان جنگ شدید بود که نه وقت شد که نماز ظهر رو بخوانن، نه وقت شد که نماز عصر رو بخوانن. هم ظهر قضا شد، هم عصر قضا شد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعا کردن، گفتن بارالها قبرهای اینها را پر از آتش بگردان که سبب شدن که ما نماز ظهر ما و عصرمان را قضا بکنیم، او کما قال صلی الله علیه و سلم. دو بار نماز را پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگیشون قضا کردن، چون که در سیرت ثابت شده. یکی نماز صبح است که در وقت جنگ بوده، در یک غزوه بوده. یکی هم نماز ظهر و عصر است که اونم در جنگ بوده. این برادری که خواب میکردید در کدام جنگ بوده؟ این جنگ با شکم، جنگ با دنیا، جنگ با چی؟ عمدن نماز رو. بعد بعضیا واقعا این مشکل است. یعنی شب فیلم نگاه میکنه، تا ساعت دیر وقت شب در سوشال میدیا میچرخه، یا مثلا با دوستانش میره گردش میره، شب دیر میخوابه، طبعا نماز صبح بیدار نمیشه. باور کنید کسی که ساعت 10-11 شب، حداقل 10 الی 11 شب بخوابه، یعنی نماز صبح با اولین زنگ تلفن، امروز تلفن ها همه چیز دارن، الارم دارن، میتونید بگذارید، ساعت های دستی هم داره، حتی بعضی از خطای تلفن ثابت در خونه ها داره. پروگرام میکنید، وقت نماز بهتون زنگ میزنه. بعضی شرکت ها دارن این خدمات رو. پس هیچ عذری ندارد کسی که نماز صبح رو دائما قضا می کند. هیچ عذری ندارد و هیچ عذری پذیرفته نمی شود کسی که همیشه نماز صبح رو قضا می کند. و این مشکل خیلی بزرگی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که کسی که صدای اذان را بشنود فلم یأتی فلا صلاة له الا من عذر، کسی که صدا رو میشنود وقتی اذان، یعنی منظور از صدا رو میشنود به معنی این است که در منطقه‌ای که اون است وقت نماز شده است. یعنی شرط این نیست که هر کس باید صدای اذان رو بشنود. امروز مردم در آپارتمان ها زندگی میکنن، مساجد دور از سر و صدا و شلوغی شهر، خیلی مردم نمیشنوند. منظور از شنیدن این است که یعنی در منطقه‌ای که وقت نماز شود و کسی نماز نخواند الا به عذر. و اینجا این حدیث در مورد نماز جماعت است. این دوستان عزیز چقدر سخت است. یعنی نماز جماعت حاضر نشود مگر به عذر، نماز او پذیرفته نمی شود. فلا صلاة له الا بعذر. اینی که نماز صبح رو هر روز قضا می کند و ساعت 7-8 صبح بلند می شود می خواند، لا صلاة له، رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند که نماز این قبول نیست. او فکر میکنه نماز خوانده اما نمازش قبول نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. عهد و پیمانی که بین ما و اونها هست نماز است. کسی که نماز را ترک میکنه کافر است. ما سوره‌ای که همیشه در آخر قرآن، سوره قصار سوار است، همیشه در نماز شاید همه‌تون بخوانید، فویل للمصلین، وای به حال نمازگزاران. نگفته وای به حال کسایی که نماز نمیخوانند، گفته وای به حال کسایی که نماز میخوانند. الذین هم عن صلاتهم ساهون، که در نماز خود سهلنگارند. یعنی چی؟ یکی میخوانه یکی نمیخوانه، یکی زود میخوانه یکی دیر میخوانه، یکی اول وقت میخوانه یکی آخر وقت میخوانه.
هر وقت کیفش برابر شد میخوانه. اینطوری نیست. عبادت علی کیف من و شما نیست. فویل للمصلین، وای به حال نمازگزار. کدام نمازگزار یا رب؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که در نمازشان سهلنگارند. بعد جناب دوست شما نمیدونم مفتی است، شیخ الاسلام است، ملا هست، دام الله هست، چی است که هر وقت که اول وقت داره و آخر وقت داره و از نماز ظهر تا کی است و نماز عصر تا کی است. بله حرفش درست، ما اول وقت داریم آخر وقت داریم، اما در بعضی نمازها ما اول وقت آخر وقت نداریم. نماز صبح متصل بعد از نماز صبح نماز خوانده نمیشه تا وقتی که آفتاب طلوع بکنه، وقت ممنوع است. شما نماز صبح رو که خواندید، به مجردی که نماز صبحتون خواستن در کشورهایی که بر اساس مذهب حنفی خوانده بشود، چون اول وقت و آخر وقت نماز صبح فاصلش تقریبا حدود 20-25 دقیقه، نیم ساعت است. یعنی وقتی شما بر اساس مذهب حنبلی اگر نماز بخوانید، تا طلوع آفتاب شاید یک 15 دقیقه 20 دقیقه مانده باشه. بر اساس مذهب حنفی که نماز سلام داد، السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، 5 دقیقه بعد نماز صبح قضا میشه. متوجه شدید؟ و بعد از این که آفتاب طلوع کرد، نماز، یعنی بعد از نماز صبح تا وقت طلوع آفتاب، تا یک نیزه آفتاب بلند شدن، این وقت ممنوع است. نماز خواندن ممنوع است در حدیث. دیگر وقت ممنوع که است؟ اذان مغرب داده شد، به مجردی که اذان داده شد، اول وقت و آخر وقت نماز مغرب 10 دقیقه وقت دارد. یعنی آفتاب که کاملا غروب کرد، نماز مغرب قضا می شود. الان ببینید مثلا در مساجد احناف عموما اذان که داد، اذان مغرب رو، نماز رو در اول وقت میخوانن مغرب. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله که گفت، امام بلند میشه الله اکبر، نماز جماعت رو میخوانه. در مساجد شافعی و حنبلی اگر متوجه شده باشید 10 دقیقه صبر میکنن. پس اول وقت تا آخر وقت نماز مغرب 10 دقیقه است، بعد از اون قضا میشه نماز مغرب. در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که جبرئیل آمد و همه نمازها رو اول وقت و آخر وقت، اول وقت و آخر وقت خواند، امر پیامبر صلی الله علیه و سلم. به خاطر چی؟ به خاطری که نشان بدهد به پیامبر صلی الله علیه و سلم که این نماز اینجا اول وقت است، اینجا آخر وقت است. اما این جناب مفتی تو که یعنی از این حدیث پیامبر، بعضی متاسفانه وقتی که میارن از اینترنت حدیث میخوانن یا کتاب حدیث رو میگیرن بدون شیخ و بدون یک عالم و بدون استاد میخوانن، دچار همین مشکل میشن. یکی از علما میگفت که من کان شیخه و کتابه فقط ضل و اضل، کسی که شیخش کتابش باشه هم گمراه میشه هم مردم رو گمراه میکنه. اونجا که پیامبر میفرمایند اول وقت تا آخر وقت، جبرئیل آمد که اول وقت تا آخر وقت به پیامبر نشون بده، نه اینکه شما بیاید اول وقت تا آخر وقت برای خودتون وقت تعیین بکنید. خب حکمت از اول وقت تا آخر وقت چی است؟ بعضی از نمازها اول وقت تا آخر وقتش فاصله زیاد است. مثلا نماز ظهر اگر ساعت 12:30 یا 1 اذان ظهر داده شد، 15-20 دقیقه بعد وقت نماز هست، نماز خوانده میشه. بعد از اون شما میتوانید تا نزدیک نماز عصر، حدود نیم ساعت تا نماز عصر مانده، شما نماز رو بخوانید. در بعضی کشورها نماز عصر مثلا ساعت 6 عصر اذان میده، یعنی اگر یه ساعت 1 نماز ظهر خوانده باشید، 2 3 4 5 6 5 ساعت شما وقت دارید که نماز ظهر رو بخوانید. نماز عصر که خوانده شد در اول وقت میخوانند، درست؟ مذهب حنفی یک کمی به تأخیر میندازند. به طور مثال شما در شهر مسکو هستید، بر اساس مذهب حنفی اگر نماز عصر ساعت 5 باشد، بر اساس مذهب حنبلی ساعت 4:30 است. نیم ساعت بینشون وقت است. حتی اینو اگر در برنامه هایی که اوقات نماز و این چیزها رو تعیین میکنه در اونجا نگاه بکنید، نوشته است وقت نماز عصر بر اساس کدام مذهب حنفی یا مذهب شافعی مالک حنبلی، وقتی نیم ساعت 45 دقیقه بینشون وقت است. چرا؟ احناف به این عقیده هستن که نماز عصر رو وقتی خوانده بشه که یک کمی
هوا خنک شده باشه. این آخر وقت است. نماز عصر رو در مذهب حنبلی در اول وقت خوانده میشه، فرق نمیکنه که هوا خنک بشه یا نشه. خب وقت این بسیار کم است. بعد از نماز عصر که امام گفت السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، بعد از اون دیگه نماز عصر در وقت ممنوع داخل میشه. متوجه هستید؟ خاصتا در کسی که بر اساس مذهب حنفی نماز میخوانه، نماز عصر رو، بعد از نماز عصر وقت ممنوع است دیگه. شما نمیتونید بقیه نمازها رو الا کسی که نماز عصر رو نخونده باشه، مجبوری باشه، سفر باشه، کار داشته باشه، عذری داشته باشه، تا تقریبا یعنی هنوز قرمز نشده باشه، هنوز وقت نماز مغرب داخل نشده باشه، مجبوری میتونه بخونه، نه به عنوان عادت، مجبور، عذر. فرزندش مریض است، برد بیمارستان، در قسمت امرجنسی بود، نماز عصر 2 ساعت 3 ساعت گذشت، نزدیک مغرب شد، بله این انسان میتونه بخونه. اما نه که تو بخواب، بعد از خواب بلند شو بگو والا من آخر وقت میخوانم. چرا؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. من این آیه رو برای شما بیارم. دوستان عزیز، سوره نساء آیه 103 الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز در سر وقت، در اوقات معین بر مؤمنین فرض شده است و این اوقات معین را الله و رسول تعیین میکنه، نه اینکه هر کس بر اساس هوا و هوس خودش تعیین بکنه. پس دوستان این مسئله رو بهش دقت بکنن و حتما توجه داشته باشن.